خدمات حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان و قرقیزستان نظارت مشترک نقطه‌های حساس مرز میان دو کشور را آغاز نمودند. ماه گذشته بر اثر یک جنجال مرزی در منطقه واروخ جمعاً 8 مرزبان دو کشور جراحت برداشته بودند. هیئت‌های مذاکره کننده تاجیکستان و قرقیزستان موافقت کردند که نیروهایشان را از خط مرز کنار کشیده بررسی علامتگذاری و تشخیص مرز میان دو کشور را ادامه دهند. وزارت کارهای خارجی افغانستان امیدوار است که مذاکرات حکومت پاکستان با جنبش طالبان نتیجه مثبت به بار خواهد آورد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی افغانستان ابراز داشته است که حکومت افغانستان از آغاز مذاکرات حکومت پاکستان با طالبان این کشور که هفته گذشته شروع شده است امیدی زیاد دارد. حکومت زیر رهبری پرزیدنت افغانستان حامد کرزی بر این باور است که مقامات پاکستان روی طالبان افغان تأثیر داشته می توانند در ختم نیزهای چندین ساله افغانستان هم سهم گیرند. در قرقیزستان دادگاه 2 نفر را به خاطر رشوه‌ستانی از مسئولان کان طلای قمتار به مدت 7 ساله از آزادی محروم کرد. دادستانی نوار ویدیوی پنهانی را نمایش داد که در آن گویا حادثه رشوه‌ستانی ثبت شده است. اخیراً چندین گردهمایی اعتراضی با تقاضای ملی کنانی کان قمتار که زیر نظارت شرکت سنتر گولد کانادا قرار دارد دایر شده بود. در شهر شمال و غربی پیشور پاکستان اثنای بمبگذاری مرگ طلبانه 4 زن به هلاکت رسیدند. به قول خبرنگار رادیوی آزادی ترکیش زمان به وقوع پیوست که بمبگذار تشخیص شده مردم در پی بازداشت او شدند. پیشور که در مرز پاکستان با افغانستان جایگیری می باشد بارها شاهد حمله های جنگجویان اسلامی شده است. در اوکراین آوازخوان پشتیبان مخالفین روسلانا به گردآمدگان در میدان هروشیوسکی کیف هنرنمایی کرد. مخالفین حکومت اوکراین با تقاضای روابط قوی‌تر این کشور با اتحادیه اروپا 2 ماه اینجانب در گوشه‌های مختلف اوکراین گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی دایر می‌کنند.